الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه دهه اول ذی‌حجه که انشاءالله از همین روز یک شنبه یعنی اول ذی‌حجه هست و جای خود دارد که ما مطالبی پیرامون این دهه بسیار بزرگ و با ارزش بیان کنیم، با توجه به اینکه در احادیثی ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده، مخصوصا حدیثی که امام ابن عباس روایت می کند با سند خود از رسول خدا، یعنی به خودش از رسول الله نقل می کند صلی الله علیه و سلم که می فرماید ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه. فرمود هیچ کرداری و هیچ اعمالی وجود ندارد، یعنی اعمال صالح در این ایام دهه بهتر است از اعمال در دهه‌های دیگر غیر از دهه ذی‌حجه. یعنی اگر انسان در این دهه ذی‌حجه عمل صالح را انجام دهد در دهه اول، بهتر است از تمام روزهای دیگر سال. حتی قالوا ولا الجهاد فی سبیل الله، گفتن حتی جهاد در راه خدا هم بهتر از اعمال صالح در این ایام نیست. قال ولا الجهاد فی سبیل الله، فرمود حتی جهاد در راه خدا هم به این اندازه بزرگ نیست. الا رجل یخرج یخاطر بنفسه و ماله فلم یرجع بشیء، مگر شخصی که جان و مالش را در خطر بیندازد و هیچ کدام را بر نگرداند، یعنی هم جان و هم مالش را از دست بدهد. و در لفظ دیگر مقدار بیشتر و واضحتر این حدیث بیان می شود که امام ترمذی و امام احمد و ابو داود هم و امام ابن ماجه نیز روایت می کنند. می فرماید امام ابن عباس رضای خدا بر خود و پدرش باد، می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الایام العشر. یعنی در اینجا دیگه خیلی واضح مطلب را بیان فرمود. میگه هیچ روزهایی وجود ندارد که عمل صالح در آن روزها محبوبتر باشد نزد پروردگار از این 10 روز. فقالوا یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، گفتن ای رسول خدا حتی جهاد در راه خدا هم به این اندازه نزد خدا محبوب نیست؟ فرمود نه خیر، مثل همون حدیث قبلی، مگر کسی که به جهاد برود و جان و مالش را در آن راه بگذارد. و در لفظ دیگر حدیث، یعنی این یکی که امام بزار و امام منذری آن را روایت می کنند، بزار در کشف الاستار و امام منذری در ترغیب و ترهیب خود، که در اینجا الفاظش
یک مقدار متفاوت است. یعنی این حدیث از جابر بن عبدالله روایت شده، هرچند امام ترمذی میفرماید این حدیث که از طریق ابن عباس اومده، باز از طریق عبدالله بن عمر و از طریق ابو هریره و از طریق عبدالله بن عمر و از طریق جابر بن عبدالله هم اومده. حالا حدیث جابر هم مثل همون حدیث است. وقتی که سوال می شود میگه آیا در اون ایام اگر انسان به جای آن در جهاد باشد آیا باز به همین اندازه ثواب ندارد؟ فرمود نخیر، الا من عفر وجهه فی التراب، مگر کسی که پیشانی خودش را خاک آلود کند و با خاک یکسان کند، یعنی بمیرد، در اون راه خدا شهید شود. در لفظی که امام عبدالله بن عمر روایت می کند که در مسند امام احمد آمده، یک مقدار واضحتر برای ما تعدادی و مقداری از اون اعمالی که باید انجام داده شود بیان می کند. مثلا می فرماید ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیهن من هذه الایام العشر. فرمود هیچ روزهایی وجود ندارد که نزد خدا بزرگتر و محبوبتر باشد در آن عمل صالح انجام دادن از این 10 روز ذی‌حجه. فرمود پس فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. پس که اینطور است شما در این ایام بسیار لا اله الا الله را بگویید، بسیار الله اکبر و بسیار الحمدلله را بگویید. یعنی سعی کنید وقت این روزها را با این اذکار و دعاها سپری کنید و پر کنید که به صورت کلی العمل الصالح همه عمل صالح را شامل می شود. قرآن خواندن، روزه گرفتن، نماز خواندن. مثلا در این ایام انسان نمازهای سنت را کاملا بجا بیاورد. مثلا به عنوان مثال نماز سنت ضحا از 2 رکعت شروع می شود تا 8 رکعت. اگر کسی نماز وتر را نخوانده باشد شب می تواند تا 12 رکعت ادامه بدهد که این 12 رکعت در سنت ضحا در وقت ضحا خواندن در واقع جای همون نماز وتر را پر می کند. و این هم یعنی یکی مثلا از این اعمال همین نمازهای سنت و تمام نمازهای سنت. مثلا نماز سنت قبل از ظهر 4 رکعت قبل از ظهر بخوانید، 4 رکعت بعد از ظهر بخوانید. مثلا 4 رکعت قبل از عصر بخوانید. مثلا 2 رکعت قبل از مغرب بخوانید، 2 رکعت بعد از مغرب بخوانید، 2 رکعت قبل از عشاء بخوانید، 2 رکعت بعد از عشاء که هست. و بعد نمازهای وتر هم بعد از عشاء وجود دارد. نماز تهجد یا نماز وتر به هر گونه ای که خواستید، به صورت وتر میخوای بخوانی یا به صورت زوج. و نماز قبل از نماز صبح 2 رکعت سنت قبل از صبح مثلا، و نماز همچنان که عرض کردم. بعداً روزه سنت که انسان روزه بگیرد در این ایام، حداقل در 9 روز اولش که روز 9 روز عرفه است که خیلی مهم است، بزرگترین روز دنیاست که بعداً بیان میکنیم. و یک چیز دیگری که امام بخاری در این زمینه بیان میکند میفرماید و کان ابن عمر و ابو هریره یخرجان الى السوق في ایام العشر فیکبران و یکبر الناس بتکبیرهما. میگه امام ابو هریره، یعنی امام بخاری نقل میکند که امام ابو هریره و امام عبدالله بن عمر
از خانه خارج می شدند به سمت بازار در ایام 10 روز و شروع می کردند به تکبیر گفتن و مردم هم با گفتن تکبیر آنها با آنها آغاز می کرد. اونها می گفتن الله اکبر الله اکبر، مردم هم همچنان مثل آنان آغاز می کردند و تکبیر را شروع می کردند. و این خیلی چیز جالب و قشنگی است. امام احمد از جابر باز روایت می کند، می فرماید ان هذا هو العشر الذي اقسم الله به في قوله والفجر وليال عشر. می فرماید جابر بن عبدالله می فرماید، یعنی امام احمد با سند خود از جابر بن عبدالله روایت می کند از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرموده این همان 10 روزی است که پروردگار به آن قسم خورده که فرموده والفجر ولیال عشر، سوگند به طلوع فجر و سوگند به شبهای 10 اول ذی‌حجه. اون شبها که منظور روز است، یعنی روز هم تابع آن است. در اینجا روز بسیار مورد توجه است. و در سنن ابو داود آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کان یصوم هذا العشر، رسول خدا این روزهای 10 روزه میشد. یعنی در این البته در روز 10 که نمیشه روزه گرفت، منظور همون 9 روز اول است. و این یکی از فضیلت بسیار بزرگ این 10 روز اول این است که روز عرفه در آن است که در صحیح مسلم ثابت شده از ابو قتاده که می فرماید از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد عن صیام یوم عرفه، از رسول الله سوال شد در روز عرفه، فقال احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والآتية. فرمود من روز عرفه را ذخیره می کنم و امیدوار هستم که پروردگار گناه سال گذشته و سال آینده را به وسیله آن پاک کند. در نتیجه این در واقع روزهای بسیار بزرگی هستند. و در لفظ دیگر می فرماید و کبر محمد بن علی، میگه محمد فرزند علی که منظور ابو جعفر باقر است، میگه او تکبیر میگفت خلف النافله، حتی بعد از نمازهای سنت الله اکبر میکرد. محمد ابن علی چه کسی است؟ محمد فرزند علی، فرزند حسین، حسین هم فرزند علی بن ابی طالب. یعنی محمد فرزند علی یعنی فرزند زین العابدین و زین العابدین هم فرزند حسین، حسین هم فرزند علی بن ابی طالب که ابو جعفر باقر مادرش ام عبدالله دختر حسن ابن علی است. پس در اینجا میفرماید که ایشان یعنی محمد ابن علی چکار میکرد؟ بعد از حتی نمازهای سنت تکبیر میگفت. حالا یکی دیگر از این مسائل که در مورد این روز مطرح است این است که خداوند متعال در قرآن که میفرماید در سوره حج آیه 27 تا 28 میفرماید و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. میفرماید در میان مردم اعلان کن برای اینکه به حج بیایند. یعنی خداوند متعال بعد از اینکه ابراهیم خلیل علیه السلام با اسماعیل فرزندش علیه السلام وقتی که خانه خدا را کعبه را بنا کردند
و کعبه را ساختند، خداوند متعال به ابراهیم دستور داد که الان اعلان کن و به مردم اعلان کن که برای حج به این خانه بیایند. میگه ابراهیم خلیل فرمود مگر میشه من چجوری صدای خودم را به این همه مردم در تمام دنیا برسانم؟ فرمود تو کارت را انجام بده، خداوند متعال این کار رو انجام میدهد. یعنی احساس کرد کار بسیار سنگینی است، من چجوری مردم را صدا کنم؟ یا ربی و کیف ابلغ الناس و صوتی لا ینفذهم. فرمود ای پروردگار من چگونه صدایم را به مردم برسانم در حالی که صدای من به آنها نمی رسد؟ فقیل نادی و علینا البلاغ. گفته شد شما صدا کن، رساندن ما رساندنش به دست ما، تو صدا کن، رساندن صدا به دست ماست. اونم میفرماید در مقام خودش، همون مقام ابراهیم میگه اونجا استاد و بعضی میگوین بر حجر الاسود استاد و بعضی میگوین بر کوه صفا استاد و بعضی میگوین بر کوه ابی قبیس. گفت ای مردم ایها الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوه یا فحجوه. ای مردم پروردگار شما خانه ای را برای خود ساخته، برای بندگی خود ساخته، پس قصد آنجا را بکنید. حج یعنی قصد اون بیت را کنید و به قصد عبادت به سمت آن خانه حرکت کنید. و بعدا میگه گفته می شود که کوها پایین آمدند و صدای ابراهیم علیه السلام در تمام روی زمین پخش شد. یعنی انگار کوه و درخت و هیچ چیزی مانع صدای ابراهیم نشد و صدای ابراهیم به گوش تمام اهل زمین رسید و این بود که تمام آنها که حج می روند دارند همون امتثال امر ابراهیم می کنند. همین بود که گفتند لبیک اللهم لبیک، پروردگارا ما فرمان بردار هستیم و حاضر به خدمت و گزاری و اطاعت از تو هستیم. به همین خاطر خدا وقتی که دستور داد و اذن فی الناس بالحج، بعدا فرمود یأتوک رجالا و علی کل ضامر. فرمود مردم به صورت پیاده، در اینجا رجال یعنی منظور پیاده، به صورت مردم، به صورت پیاده و به صورت سوار بر شتران لاغر شده، چون بسیار زیاد راه را می پیمایند و به سبب طولانی بودن راه ضعیف و لاغر می شوند. میگه مردم می آیند در حالی که به پیاده می آیند یا بر هر شتر لاغر شده ای سوار شده اند. از این جهت است که بعضی گفتند اگر انسان با پای پیاده به حج برود بهتر است، چون پروردگار اول فرموده یأتوک رجالا، به صورت پیاده می آیند، یعنی حالت پیاده را پیشتر از سوار بیان نموده. هرچند رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بیشتر اهل علم می فرمایند ان الحج راکبا افضل، حج در حالت سواره بهتر است، یعنی انسان سوار باشد بهتر است، اقتداء برسول الله صلی الله علیه و سلم، چون رسول خدا به حالتی هنگامی که حج کرد سوار بر شترش بود. البته میشه پاسخ این مطلب را این گونه داد، در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی مکروه نیست، یعنی هیچ عمل مکروهی وجود ندارد در حق رسول خدا. چرا؟
چون اون چیزی که مکروه است برای ما مکروه است، برای رسول خدا مکروه نیست. یعنی چی؟ چون او باید بیان کند. یعنی اون چیزی که انجام میدهد، مثلا وقتی که فرموده حالت نشسته آب بنوشید، اما اون خودش گاهی به حالت ایستاده آب نوشیده. برای چی؟ این برای اینکه بیان کند به حالت ایستاده هم جایز است. پس این کاری که او انجام داده به حالت ایستاده، او مکروه را انجام نداده، بلکه او آمده این را بیان نموده که اگر کسی به حالت ایستاده هم آبی نوشید احساس نکند گناهکار شده. پس در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کار مکروه نبوده، اون کار بیان اون واجب بوده. پس یک واجبی را انجام داده تا هیچ چیزی باقی نماند که بیان نشود. بعدا فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم چون سوار بوده. حالا ما میتونیم بگیم، جواب بدیم، رسول الله سوار بود برای اینکه مردم او را مشاهده کنند و اعمال حج یاد بگیرند. چون فرمود خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. فرمود از من مناسک حج خود یاد بگیرید، چون کار آسانی نیست. هر کس نمیتواند به راحتی مناسک حج را یاد بگیرد، چون اعمالی است مقداری تا عملا انجام نگیرد انسان به صورت نظری و تئوری متوجه نمی شود. پس در حق او حتی اگر ما فرض بر این داشته باشیم، یعنی با توجه به این آیه قرآن، اگر ما اون تفسیر را ترجیح بدهیم که به حالت پیاده ثوابش بیشتره، پس در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوار شدن مکروه نبوده. یعنی اون کار در حق او واجب بوده، چون او باید این حج را برای مردم بیان میکرد و مردم از او میگرفتند و او وقتی که بالا باشد در مردم بیشتر او را میتوانند مشاهده کنند. بعدا فرمود یأتین من کل فج عمیق. فرمود مردم از هر راه دوری به حج میآیند. یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دور بالاخره خود را به آن میرسانند. یعنی این دلیل بود بر این که صدای ابراهیم خلیل به گوش تمام اهل زمین رسید. همچنان که ابراهیم خلیل دعا کرد که پروردگارا این سرزمین را، چون قبلا دعا کرد فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، پروردگارا کاری کن که دل تعدادی از مردم متمایل کن که در این منطقه سکونت گزینند، که همین دعایش هم مقبول بود و مقبول شد. بعدا فرمود لیشهدوا منافع لهم. خیلی خوب، برای چی بیایند؟ تا بیایند چیزی که منافع آنان در آن است در آنجا مشاهده کنند، هم منافع دنیوی هم منافع اخروی. منافع دنیوی همین گوشت قربانی است که در اونجا قربانی می شود و از آن استفاده می کنند، و منافع اخروی هم که رضایت پروردگار است. بعدا فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، تا اینکه مردم یعنی باید بیاین به این حج و تا در روزهای معلوم و معینی خدا را یاد کنند. این روزهای معلوم و معین منظور همین 10 روز ذی‌حجه است که بیشتر به آن میپردازیم. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. يا من إذا وقف المسيء ببابه
ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن يا رب عند الموت حسن منطقي عند السؤال وملتقى الملكان بله، عرض کردیم که این ایام معلوم که بیان کردیم در این حدیث به صورت واضح و روشن بیان می کند که تعدادی از اهل علم بر این هستند که این ایام معلومات همین 10 روز ذی‌حجه هست، یعنی ایام 10 هست که امام بخاری این را به صورت جزم نسبت داده از عبدالله ابن عباس که منظور این از این ایام معلومات همین 10 روز ذی‌حجه است و این قول هم از امام ابو موسی اشعری و مجاهد و عطا و سعید بن جبیر و امام حسن بصری و امام قتاده و امام ضحاک و عطای خراسانی و ابراهیم نخعی و امام شافعی و قول مشهور از امام احمد نقل شده است. یعنی اینها همه بر این بودن، این علمای بزرگوار که امام بخاری هم نقل می کند که و هم امام ابن کثیر که در واقع اینها بر این باور هستند که این ایام معلومات منظور همین 10 روز ذی‌حجه است و به همین صورت ما این احادیثی که مربوط به این ایام ذی‌حجه بود تقریبا خدمت شما خواندیم و بیان کردیم و قول بیشتر علما همین بود، هرچند تعدادی از اهل علم در مورد این که این ایام معلومات غیر از این باشد قول های دیگری وجود دارد. قول دوم این است که می‌فرماید این ایام معلوم از امام ابن عباس باز نقل شده که الایام المعلومات یوم النحر و 3 ایام بعده، روز عید قربان است یعنی روز 10 و 3 روز ایام التشریق بعد از آن و این هم از عبدالله ابن عمر نقل شده و از ابراهیم نخعی هم و قول احمد ابن حنبل هم در یکی از قول غیر مشهورش این است. قول سوم می‌فرماید ابن ابی حاتم نقل میگوید میگه پدرم برای من بازگو کرده، اون هم از علی ابن المدینی که شیخ امام بخاری هم هست، اون هم از یحیی ابن سعید، اون هم از ابن عجلان، اون هم از نافع. میفرماید عبدالله ابن عمر میفرمود ایام معلومات و ایام معدودات همه اینها 4 روز هستند. یعنی چی؟ ایام معلومات این چند روز معلوم روز عید قربان هست و 2 روز بعد از آن و ایام معدودات 3 روز بعد از یعنی ایام التشریق هستند. یعنی مجموعاً ایام معدودات 3 روز است، ایام معلومات هم 4 روز است، یعنی دوتایشون میشن 4 روز، چون در معلومات روز عید قربان هم در آن هست، اون 1 روز و 3 روز بعد از آن میشه 4 روز، این هم ایام معدودات 3 روز و این قول امام عبدالله ابن عمر است و این سندش صحیح است
و امام سدی میفرماید این مذهب امام مالکم بر این هست و میگه دلیلی که این را تقویت میکند چون خدا فرموده علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، یعنی تا خدا را ذکر کنند در ایام معینی به خاطر چی؟ علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، با توجه به اینکه پروردگار این حیوانات را روزی آنها گردانیده و میتوانند در راه خدا قربانی کنند. قول چهارم این است در ایام معلومات میگه روز عرفه هست و روز نحر، بالاخره از این 10 روز داخلش هست روز عرفه و روز عید، یعنی روز نهم و روز دهم و یوم آخر بعده و روز دیگر بعد از نحر، یعنی 3 روز. این هم مذهب امام ابو حنیفه هست و امام ابن وهب میگوید ابن زید ابن اسلم برای من نقل نموده از پدرش که فرموده المعلومات یوم عرفه، ای روزها، این روزهای معلوم منظور روز عرفه است و روز نحر و ایام التشریق و 3 روز بعد از روز عید قربان، یعنی با توجه به این همیشه 5 روز. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم تمام این 4 قول چی بود؟ همشون تقریبا این داخلش بود که یا روز نهم و روز دهم، این 10 روز در داخل آن بوده. در نتیجه همشون در یک نقطه مشترکی وجود دارند که ایام معلومات روز دهم داخلش هست. هرچند قول اول ظاهرا قوی تر است با توجه به اینکه اون احادیث هم در موردش آمده و قول اول بیشتر به نظر می رسد قوی تر باشد و اهل علم بیشتری بر آن بودند. حالا ما یک نکته‌ای که در اینجا مناسب است به آن اشاره کنیم، یک مقدار تفصیلات دیگر این ایام را بیان کنیم، یعنی ببینیم چه ویژگی هایی در این ایام وجود دارد. البته یک یادآوری من یادم نرود، کسانی که میخواهند قربانی کنند باید از ابتدای روز، یعنی در اول روز ذی‌حجه تا آخر، تا زمانی که قربانی میکنند باید تلاش کنند که مویی از خودشون نگیرند، یعنی قبل از آن نظافت کامل کنند، ناخنهایشان را بگیرند که دیگه در این ایام مجبور نشوند ناخنشان را بگیرند یا موهای زائد را بتراشند یا بکنند. حالا چیز دیگری در اینجا وجود دارد، این است که ما مقداری دلایل، یعنی به فضائل بیشتر این ایام 10 روز اشاره کنیم. حالا البته من یک تذکر دیگری بدهم و آن این که آیا این 10 روز ذی‌حجه از 10 شب آخر ماه مبارک رمضان هم بزرگتر است؟ یا بگوییم از 10 روز آخر ماه مبارک رمضان هم بزرگتر است؟ بله، چون در این ایام 10 روز عبادات بسیار زیادی در آنجا مثل اینکه جمع شده است. یکی که در آن مثلا روز عرفه در آن هست که بزرگترین روز دنیاست. یکی دیگر مسئله قربانی کردن در آن وجود دارد، اضحیه و قربانی. یکی دیگر مسئله روزه گرفتن، کسی که بخواد روزه سنت در آن میتواند بگیرد. و یک چیز از همه مهمتر مسئله حج و عمره‌ای که در اینجا انجام میگیرد در این ایام، حج که این عبادت بسیار بزرگی است. یعنی کمترین دیگر روز دیگری یافت نمی شود اینقدر عبادت در آن تراکم عبادت وجود داشته باشد. به خاطر این تراکم عبادت بله این ایام بزرگتر هستند از ایام 10 روز
10 روز آخر ماه مبارک رمضان. یعنی با یک تعبیر دیگر اعمال فرائض این ایام از فرائض ایام 10 روز آخر رمضان بزرگتر است و سنت های این ایام از سنت اون روز بزرگتر است. به این صورت اما سنت های این 10 روز بزرگتر نیست از فرائض آن 10 روز. اینو باید متوجه شویم. هیچگاه سنت از فرض بزرگتر نیست. حالا ما به گوشه هایی از بزرگی این ایام اشاره کنیم. یکی از آن این است که پروردگار با آن قسم خورده در والفجر و لیال عشر که جمهور مفسرین از علمای سلف بر این هستند که منظور این 10 شب 10 شب منظور 10 شب اول ذی‌حجه است. و ابو ضحی میگه سوال شد از مسروق در مورد والفجر و لیال عشر، فرمود هی افضل ایام السنه، فرمود بزرگترین روزهای سال این 10 روز هستند. و خود این آیه هم دلیل بر این است شبهای 10 شب ذی‌حجه هم بزرگ هستند و وقتی که شب بزرگ باشد روز هم تابع شبش هست، روزش هم بزرگ است. اما دیگه شب قدر، اینو فراموش نکنیم که شب قدر بزرگترین شب سال است. بعداً می‌فرماید یکی دیگر از اون ویژگی های این ماه، این 10 روز، این بود که گفتیم ایام 10 ذی‌حجه همون ایام معلومات هستند که در آیه 28 سوره حج بیان شده. همچنان که بیان کردیم گفتیم 4 قول وجود دارد، قول اول قوی تر بود. یکی دیگر از این که قول جمهور علما بود، اون یکی که منظور اون 10 روز ذی‌حجه است. و یکی دیگر از ویژگی این 10 روز این است که این 10 روز ذی‌حجه آخر اون چند ماه معلومی است، ماهایی که میشه حاج در آن احرام ببندد، لباس احرام بپوشد. از ماه شوال و ذی‌قعده میتواند آغاز کند، شوال و ذی‌قعده و 10 روز ذی‌حجه. پس این 10 روز آخر این ماه هست که مهمترینش هست در واقع. و اینکه رسول خدا فرموده صلی الله علیه وسلم ایام این 10 روز بزرگترین روزهای دنیا هستند. در حدیثی که جابر بن عبدالله روایت می کند رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی‌الحجه، بزرگترین روزهای دنیا این روزهای ذی‌حجه هستند، 10 روز ذی‌حجه که امام بزار در مسند خودش آورده بود و امام منذری در ترغیب و ترهیب. قبلا اینو بیان کردیم. و یکی دیگر از ویژگی های آن این است که اعمال صالح در این ایام نزد خدا محبوب تر است که حدیثشو ما بیان کردیم قبلا. و در بعضی الفاظ ما من عمل ازکى عند الله ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی 10 الاضحى، هیچ عملی نیست پاکتر باشد نزد خدا و بزرگتر باشد نزد خدا از لحاظ اجر و پاداش از عمل صالحی که انسان در این 10 روز انجام میدهد. این هم امام دارمی این حدیث را روایت نموده است. و یکی دیگر از این بزرگیش که بیان کردیم این است که روز عرفه که
در واقع بزرگترین روز است و مهمترین رکن حج است در این ایام هست. و روز نحر که روز عید مسلمانان است و بزرگترین روز و بزرگترین و عظیمترین روز از نزد پروردگار، عبدالله بن قرز از پیامبر نقل می کند، عبدالله بن قرط، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: ان اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. می فرماید بزرگترین روز نزد پروردگار روز نحر است، روز قربانی، روز عید، سپس روز قر، روز قرار گرفتن که روز منظور عرفه است. این ایام، یکی دیگر از ویژگی های این ایام عشر این است که این همه عبادات در آن، تراکم این همه عبادات در آن که قبلا با آن اشاره کردیم، مثلا نماز خواندن، روزه گرفتن، صدقه دادن، حج کردن، ذبح و قربانی کردن و غیر از آنها، که دیگه در هیچ روزهای دیگری این همه عبادات جمع نمی شود. همه اینها دلایلی بودند بر اینکه این روزها بزرگترین روزهایی هستند که انسان می تواند در اینها عبادتهایی انجام دهد. حالا وصیت ما این است، سفارش ما این است که مسلمانان این ایام را غنیمت شمارند و این ایام را از دست ندهیم. من و شما و همه مسلمانان تلاش کنیم در این ایام هرچی در توان داریم عبادت بیشتری انجام بدهیم، روزه بگیریم، قرآن بخوانیم، صدقه بدهیم، اگر تونستیم قربانی کنیم، مخصوصا در این ایامی که مردم بسیار نیازمند هستند، بسیار محتاج هستند. در سرزمینی که ما در آن هستیم، متاسفانه منظورم ایران خودمان هست، که بسیار در این روزها مردم در نهایت گرفتاری قرار گرفتند. یک حکومت ناکارآمد و یک حکومتی کاملا که دیگه به آخر خط رسیده و مدیریت از کنترلش خارج شده یا عمدی، به صورت عمدی دارد وضعیت را به این روز رسانده و مردم را به روز سیاه نشانده. وضعیت هیچی در دستش باقی نمونده. راست و چپ، مثلا اسرائیل اولا میکوبد، میزند به تأسیسات، به نیروگاهایش، مثلا خرابکاری میکند در نیروگاهایش، به مراکز هسته‌ایش، بالاخره راست و چپ میخورد و اصلا خودش نمیدونه از کجا میخورد و مردم را به این وضعیت و روز رسانیده و کنترل وضعیت از دستش به کلی خارج شده. جز اینکه داره سرکوب میکند، بجز در سرکوب هیچ مدیریتی در دستش باقی نمونده. مدیریت اقتصادیش، مدیریت این مسئله کرونا و مسئله واکسن زدن و این اوضاع را میبینیم که تمام کشور به کلی همه قرمز هستند و هیچ کدوم نیستن که از حالت قرمز خارج باشد. به ادعای خود دولت و مرگ و میر فراوانی و قطع شدن برق و قطع شدن آب و در حالات بسیار خطرناک، مخصوصا در قسمت خدمات و در قسمت خدمات‌های پزشکی که بسیار شکننده و آسیب رسان است و بسیاری از بیمارانی که در مراقبت‌های ویژه هستند که هنگامی که برق قطع می شود تمام امکانات از آنها قطع می شود. اونایی که اکسیژن به آنها واصل است، به محض اینکه برق قطع می شود بالاخره اکسیژن آنها قطع می شود و همه این باعث مرگ و میرهای فراوان می شود و مردم به کلی در یک تنگنای بسیار سختی قرار گرفتند. از خداوند ذوالجلال می خواهیم در این ایام بسیار پرخیر و پربرکت ظلم و ستم این حاکمان ظالم را از سر این کشور بردارد و پروردگار به خاطر رحم و کرم خود، به خاطر اسماء حسنای خود، به خاطر اسم اعظم خود و به خاطر تمام اسماء حسنای خودش دست ظلم و ستم اینها را کوتاه کند و اینها را نابود کند
و آنها را در این ظلم و جنایتی که کرده اند خود آنها را در آن غرق کند و نابود کند و از بین ببرد و این مردم مظلوم و ستم دیده از دست زیر این همه ظلم و ستم رهایی پیدا کنند. این همه وعده و وعیدی بود که وعیدهایش همه عملی شد، اما وعدهایش هیچ کدوم عملی نشدند. خمینی هنگامی که آمد گفت آب را برایتون مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، خط واحد را مجانی میکنیم، پول نفت را به شما میدهیم، هم دنیای شما را و هم آخرت شما را آباد میکنیم. ولی واقعا دنیا و آخرت مردم مظلوم ایران را نابود کرد و مردم هیچگاه اینقدر تنفر و نفرت از اسلام نداشتند به اندازه این که اینها چون نادرست و واقعا آمده اند که اسلام را بد جلوه دهند و بد معرفی کنند و همین کاری که میخواستند انجام دادند و ثابت می شود که خود این سران این دولت ها و مراجع اینها من شک دارم که ایمانی به آخرت و ایمانی به خدا و به آخرت و به هیچی داشته باشند. نه به قرآن که ایمان ندارند، به سنت رسول الله که ایمان ندارند، به اسلام که ایمان ندارند و یقینا به هیچ چیزی ایمان ندارند جز به دروغ. تنها چیزی که به آن ایمان دارند و ثابت و محکم بر آن ایستاده اند دروغگویی، تزویر، شرک، کفر، بتپرستی، انحراف، فساد. در این یکی دیگه با تمام وجود ایستادگی کرده اند و پایبند شده اند با این راه نادرستی که در آن قرار گرفتند. از خداوند متعال میخواهم که این مردم شریف ایران را از دست این ظالمان نجات دهد و این ظالمان این دیگه در این حالتی که به آن رسیدند، این رذالتی که به آن رسیدند، این پست بودن و بی ارزش بودنی که در دنیا بی ارزش شدند و نزد مهمتر از همه چیز نزد مردم، حتی نزد خودیهای آنان، اینها هیچ ارزشی برایشون باقی نمونده جز این که به آنها گفته می شود دروغگو، یعنی دست چوپان دروغگو را از پشت بستند. هرگز چوپان دروغگو اینقدر دروغگو نبوده. خداوند متعال همه ما را یاری دهد که از خیر و برکت این 10 روز ذی‌حجه استفاده کنیم و بهره مند شویم و همه دست به دعا شویم این حاکم ظالم و ستمگر سرنگون شود. خداوندا به خاطر رحم و کرمت، به خاطر قدرت و سلطه و قدرت و حیمنت خودت، به خاطر صفت قهرت، صفت جلالت، پروردگارا این ستمکاران را در هم بکوب و آنان را سرنگون و نابود کن. آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.